سلام، خوش اومدیم به ویدیو جدید من. امروز قراره یه روز کامل رو با من باشیم. بریم که بچه ها، اولین رو بهتون بگم که ساعت الان 8 صبح و به عنوان کسی که عادت ندارم صبح زود بیدار شم، یه 2 روزیه دارم سرخیز میشم. خودم هم دلیلشو نمیدونم، ولی دیشب این آقایی که اون پشت تو تصویر میبینین اصلا نذاش من بخوابم. چرا؟ چون که توی اتاق بغلی ما مهمون داریم. الان توی اتاق بغلی سگ اونا هم بود. بعد اینا از اتاق به اتاق داشتن با هم حرف میزدن و نمیذاشتن ما بخوابیم. خلاصه قراره الان بریم صبحونه درست کنیم واسه 5 نفر. من اینکه پیت با من بدیم. نون توستا رو به همین شکلی که میبینید له میکنیم دونه به دونه. سودوک میداریم. یخ تا اینجا دوستان این شکلی شدن. خب روی اینا یه ذره ماشین بزنیم. میشم خوب. من اینا میده برای پختن رو بهتون ازشون نشون بدم. خب بریم برای پنکیک. من گفتم طول میکشه، یه ذره باید صبر کن. به دردی که اصلا نمیرسه، یعنی طول میکشه. همینجوری که در حال پختنن یه ذره جعفری بسن. خب تو فاصله که این دوتا جفتشون در حال پختنن یکم پنیر پیتزا رو با همشون میریزیم.
توی همه می‌ریزیم قاشق‌ها رو. هم باید بوده از اکسیر خریده بودم 9000 تومان. واقعا؟ باورت میشه؟ نریزه چیه اول باید بریزی؟ با یخشو پرت کرد رو پینا تقریبا تا یه ذره لب ریزش شیر کن در حدی که فقط بس جا باشه. دورت بگردم هسته شدی چه حالی داد بهش نیکی؟ نه قربون شما مثل پر میشه اینجا ببینیم چه کردم براتون عشق کنیم خوبه سر نمیدونم شاید برای چیه اصلا با یکی از دوستان رفته بودیم رفتیم آنتالیا خیلی اتفاقی جور شد که ما با اینا رفتیم ما دنبال یه هتل میگشتیم که آنتالیا بریم من نه آنتالیا نه کوشاداسی دوست سلام دوباره. ما بعد صبحونه یه ساعتی تو حالت درازکش و استراحت بودیم. الان دیگه اومدیم حاضر شیم بریم پایین یه آفتابی چیزی بگیریم استخری بریم و آره خلاصه با من همراه باشین. داره میچکه بچه ها یه ترکیب من در آوردی ولی قشنگ رنگ میده. از این اسپری میکنیم بریم بلکه شاید یه ذره رنگ بگیریم خودمونو با روغن خفه کنیم. بیا تو بلاک. نه بابا بیا تو بلاک. من خودم هم هیچی ندارم. کوشش کیکو بیا کیکو اوا پینات. بیا خب ما بریم. نیکی داره درس میخونه دوستمون کنکوریه. میسوزیم الان. سلام روغنا رو آوردم. خب ما بریم یه ذره بخوابیم تو آفتاب. گوشی رو میذارم اون وقت چون داره داغ میکنه. حافظم هم پره. فعلا میبینمتون. ماما خیلی آرایشگاه بودم. نه خیلی خوب مالت بسرده نکن میدونستی که بدنشونش هم بکشی؟ واسه میکشم الی دورت بگردم من کیکو ببینمت. قربونت برم تو چرا این ریختی میشه هرسری؟ زشت زشت آخه ببرش قشنگ تو بان. ما اونو تو گوشش نرو. نه آخه دورت بگردم امروز من یه ذره اینو بغلش کنم بچلونمش. مامانم کیکو رو برده همون. بعد اینکه ساعت 1:49 است دقیقا و من فکر میکردم بازم فرصت دارم برم تو آب ولی نه. الان من برم دوش بگیرم وسایلو برم پایین بیارم دوش بگیرم که بیام حاضرشم بعدش نهار بخورم برم باشگاه ساعت 4. 2 ساعت وقت دارم. آب و فشارشو کم میکنم با آب ماساژش. قیافه شو الی دورت بگردم من. ما خشکش کن با اون چیز دیفیوزر خشکش کن فراش قشنگ شه. یه دونه از همین سیرابیه بدم. مشروطی سیرابیه روش قشنگ آدم رو خفه میکنه. آره خلاصه من برم کارامو بکنم
برمیگردم پیشتون. اصلا آدم دست با شلوفتی نیستم. سلام دوباره. ما رفتیم دوش گرفتیم، آرایش کردیم، حاضر شدیم و انا فقط از لحاظ تایمی چون خیلی عقبم موهامو وقت ندارم خیلی تایم بذارم روش استایلش کنم، فقط در حد کرم که وزن نشه. غذا هم نخوردم هنوز، ساعت هم 3:40 است و من یه روب دیگه بعد اونجا باشم تقریبا. برای همین سریع فقط اینا رو یه کرمش بزنیم خوشه و من ناهارمو بخورم که بریم باشگاه. حدس بزنین کی دیرش شده؟ کی دیرش شده؟ شو میزنم اتو ندارم، همون اتو کنم. ساعت 3:54 است. آره؟ حالا یه چیز دیگه تو ساعت 4 باید کرد. متاسف کیکو؟ بچه اسنپ کنسل شد، با پدر جان داریم میریم. بیا سلام بده. آقا سلام دوباره. همین الان از باشگاه اومدم بیرون که بریم لمیز یه شیک پروتئین بگیریم، بعد بریم خونه که یه سری کار داریم بعد انجام بدیم. خلاصه که با من همراه باشید. چه ضد نوریم. پروتئین کافی بزنیم بعد بریم خونه. سلام. من یه ساعتی میشه رسیدم خونه. یه ذره ایشونو چلوندم، اما موقعی که دوستش اومده بود به من محل نداده بود. بعد یه سری کار دیگه داشتم، اونا رو انجام دادم. الانم اومدم که کارای بهداشتی آقا کیکو رو انجام بدیم. خوابش میاد و این بهترین شانسیه که من دارم. راحت میذاره کارمو بکنم. از روغن‌های مختلف برای گروهاش استفاده میکنیم. دردش نگیره پسرم. آفرین. شونه کردن کیکو یه ذره قراره طول بکشه، یه ذره که چرس کنم یه ساعتی قراره طول بکشه. من برمونه شونه کنم بیام. کل حجمی که از هیکل کیکو مو در اومد همینه، همینقدر ریز. ولی یه نیم ساعتی طول کشید شونه کردن آقا پسرمون. بشین. نه خوابیدی؟ خوابونت برم من تو خوابت بیام. سراغ بقیه کاراش. این مجبور دست و بالم بعد بردارم. تب چشم و قطره چشم. چرا بیرون میزید؟ ببخشید. کم کیکو بیا توخس بودو بیا بینم بخواب آفرین بمونه تموم بمون. این یکی گوشت هم بریزم تموم شد گازم نکرد. تموم بودو بیا چی؟ بویست بودو من بخورم جایزه ها رو من بخورم بودو بیا گول نمیخوری نه من بیام بیا پدر سوخته بودو جایزه بودو
خوشمزه بود؟ مالت مولوت بیا بسم الله. آفرین پسرم. بفرمایید. در حال خر کردن که قشنگ آفرین. مرسی یکی در سگ نگیرید واقعا سخته. ما هر چه هستی کیکو بخوام آفرین. خیلی بوی غلیظ نعنا میده. من واقعا این ای وای ریخ میشه با این بو اذیت نمیشه. اینا طیب ما میگن کنارش عطر نزنین فلان نکنین. خیلی بوی غلیظی داره. قشنگ بو نعنا میده. چیزش خمیر دندونش. بیا سیب شبشوب مسواکته جیگر طلا. تموم. اول بیا بغل به من بده. آفرین مرسی قشنگم. بیا بیا بشین. آفرین بزن قدش با اون یکی دست. آفرین بیا بمون. کی کن ایوان چی شد؟ وست کدومه؟ آفرین پسر بشین. آفرین دست اون یکی دست آفرین بشین. آفرین. یه بوس به من بده. بوس مرسی. به بغل دیگه هم به من بده. خوشحالم عاشقم. برو خب من اینجاها رو جمع جور کنم. همه وسط بخش و بلاست. بعدش دیگه کاری نداریم. سلام دوباره. من یه 2 ساعتی میشه وای سوس کیکو مامان بودو کمک. دیدمش کجا هم نشسته عوضی. میبینینش؟ من اینو چجوری بکشم؟ من بخوام وای این پرواز این از این بالداراست. وای این نپره. سعی بزنم مامانم. خب بچه‌ها همونطوری که دیدین بنده یه جنگی با یه سوسک عزیزی داشتم که پیروز شد، قایم شد و نتونستم پیداش کنم و الان کسی که تو اتاق منم حبس کردم خودم و کسی که بیرونه سوسک عزیزمونه. با هر چی زدم تو سرش فرار کرد، فقط شانس آوردم بالدار نبود و خونم تنها بودم. هیچ کاری از دستم برنمیومد رسما. گم شد خلاصه. الانم به امید این نشستم که مامانم اینو بیان یکی پیداش کنه بکشتش. آره خلاصه اینم از امروز ما که من الان واقعا فقط دلم میخواد بخوابم، ولی بعد آرایش کنم، بعدش هم بشینم پای ادیت کردن ویدیوها. دستم هم داره میلرزه. بعد خواب کنسله
چون فردا قراره این ویدیو رو آپلود کنم و بعد زودتر ادیت شه تموم شه که دیگه تا فردا بخوابم قشنگ راحت. پایین اومدم اوتروی ویدیو و خدافظی رو بگیرم که داداش گلمون نذاشت و مجبور شدم فرار کنم. بعد خیلی خوشحالم که توی این ویدیو هم با من بودین، خیلی خوشحالم که الان اینجاییم و خوشحالتر میشم اگه یه لایکی، سابسکرایبی، چیزی هم بکنین و اینکه خیلی دوستتون دارم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا بچه در حال ادیت کردن ویدیوها بودم که مامانم زنگ زد و گفتش که بیا بریم بیرون شام بخوریم و من با وجود اینکه دارم از درد میمیرم نمیدونم چرا ولی پذیرفتم. داریم میریم یه جا یه چیزی بخوریم و برگردیم. با اینکه حتی اوتروی ویدیو رو هم گرفتم ولی الان دیدم هنوز ادامه داره، گفتم چرا که نه ادامه میدیم. دوباره ضد نورم من. سلام دوباره. ما اومدیم اینجا. مامان زور شایی اوه بچه میکنه مادر. مامانم اینا جیگر ولی بنده از اونجایی که جیگر دوست ندارم آره از این طرف سالاد گرفتم. هم بگیره خوردیم بکنم این دوتا با هم نمیزده. برم خونه خوابم، واقعا خوابم. امروز همجوری برنامه‌های عجیب غریب پیش اومد. بعد ویدیو ناخواسته خیلی طولانی داره میشه ولی خب ادیت کردنش هم قراره یه جونی ازم بگیره. بعد از همه دوغم خوردم که داشته باشیم. من فعلا اینو بخورم. من فکر نکنم ویدیوی دیگه بگیرم. اینو بخورم رفتم خونه. از گرمای اینجا خبر نمیدید. همینجا ازتون خداحافظی میکنم. شرزی ویدیوی بعدی برای بار دوم گفتم. خلاصه که دوستتون دارم.